تصور کن فردا صبح بیدار بشی و برق برای همیشه قطع شده باشه، دیگه برقی در کار نیست. به نظر دنیا چه شکلی میشه؟ آماده شو، چون قرار سفری عجیب و غریب به جهان کاملا متفاوت و بدون برق داشته باشیم. اول از همه باید با چراغ‌ها خداحافظی کنیم. هممون توی تاریکی میشینیم، مثل قدیما با شمع. انگار توی داستان ترسناک گیر افتادیم. البته این دیگه داستان نیست، زندگی واقعی ماست. شب‌ها وقتی داری برمیگردی خونه، حالا تو میمونی و کلی موانع و سختی‌های پیش رو. امیدوارم موفق بشی. و گوشی‌های هوشمند، آره دیگه خبری ازشون نیست. نه اسکرولای بی پایان تو اینستاگرام، نه سلفی، نه ویدیوهای بامزه گربه‌ها. برای ارتباط گرفتن باید دوباره بشینیم و نامه بنویسیم. دوست عزیز، امیدوارم حالت خوب باشه. 3 ماهه که ازت خبری ندارم. راستی سه شنبه وقت داری همدیگه رو ببینیم؟ اینترنت مگه خوابشو ببینی؟ اگه بخوای از خبرها با خبر بشی، باید صبر کنی تا یه نفر با اسب برات روزنامه بیاره. اگه بخوای یه چیز گوگل کنی، تنها چارت یه کتابخونه و کلی صبوریه. حالا به یخچالت فکر کن. البته دیگه یخچالی در کار نیست. باید غذامون رو مثل قدیما نگه داریم. نه مکسود خوش شده و قطعا نه چندان خوشمزه. حمل و نقل، نه ماشین نه مترو. دوباره باید بریم سراغ اسب و گاری. کار شرکت‌ها، دفترهای پر از کامپیوترهای پیشرفته و پرینتر. نه عزیز، دیگه باید همه چیز رو با دست بنویسیم و خیلی خیلی آروم کار کنیم. اینفلوئنسرها بیشتر به جارچیای شهر تبدیل میشن. آی مردم بشه تابید. رضا گلزار بالاخره ازدواج کرد. تصور کن بخوای به کسی از این دنیای بدون برق توضیح بدی که رقص تیک تاک چی بوده. اما همه چیز اونقدرها بدم نیست. مثلا دیگه خبری از آلودگی نوری نیست. تصور کن هر شب از پشت بوم خونت کهکشان راه شیری رو بتونی تماشا کنی. و خب بدون تلویزیون و بازی‌های ویدیویی شاید هممون نقال‌های حرفه‌ای بشیم. بچه‌ها جمع بشید وقتی شنیدن هزارمین بار داستان روزی که برق‌ها رفتن از پدربزرگه. ارتباطات بین‌المللی خب باید به قایق‌ها عادت کنیم، چون پیام‌ها حالا فقط با کشتی به اونور آب‌ها میرسن. خلاصه اینکه بدون برق زندگی خیلی سخت‌تر، کندتر و قطعاً تاریک‌تر میشه. ولی کی میدونه، شاید بیشتر قدر چیزهای ساده رو بدونیم، شاید بیشتر با هم حرف بزنیم، شاید. گرچه یه لحظه صبر کن، تو این دنیای بدون برق دیگه حتی نمیتونستیم این ویدیو رو ببینیم. پس اگه داری اینو میبینی، تبریک میگم، تو توی بهترین دنیای ممکن زندگی میکنی. حالا برو مودمت رو بغل کن و از یخچالت و خوراکی‌های خوشمزه‌اش لذت ببر. ولی قبل از اینکه بری، یه چالش دارم برات. میتونی یه ساعت بدون استفاده از هیچ وسیله برقی زندگی کنی؟ امتحانش کن. البته بعد از اینکه این ویدیو رو لایک کردی و به اشتراک گذاشتی. در ضمن یادت نره نتیجه رو برام توی کامنت ها بنویسی. یا اگه خیلی جدی هستی، میتونی برام یه نامه بنویسی. تا دفعه بعد پر انرژی بمون و یادت نره حداقل دیگه قبض برق نداریم. درسته؟